نورمون سیاه شد. خانم تتا بنداز. ببین من این دایمند و TNT رو نوشتم 94 رو تیر رو بقیهش با تو دیگه کن. اصلا نمیشه. تیر پوشن شمشیر 94 تیر 94 شمشیر دایمند پوشن TNT. اوکی. همه رو انداختم بعد باز خب، شد برنامه باز چی؟ باز چه دیگه؟ باز شد یا اول این فصل چیه؟ یه دونه از اینا داده. یه دونه برای تبر چی کار کنم؟ چیزی ننوشته؟ نه. بیاین اینا رو بکن. بکنم؟ اه. آره بیا نمیتونم بابا. عرفان اومدی جلو من. تنتا باز کن ببین چیه. تنتا الان باز میشه چستا رو باز کن. تنتا اوکی. اینجا هم یه خالیه چسته. اینجا. دو تا دونه گوشت گذاشته برام. بیا اینجا کاغذ پیپر بردارید. حتما یه دلیل بعدا به داره. کارمون میاد. آره بردارین. شما هم بردارین. خب تنتا اینجا یه کلیده. اینجا هم یه کلیده ببخشید. نزن کلیدو. شاید باید بزنین تنتا. آقا نیدید زنین این گوشت میندازه کلید کردن. آره این چی نیست عرفان هم خدا دیگه لعنتت نکنه عرفان. چرا من اینم گلدن اپل میده. خب بردارین اگه میخواین. بردار. تموم شد. بزنیم چی نوشته. اینو من یه بار دیگه بزنم. وسیله هایی کار که نمی‌کنه. برداشتید رو داخل هاپر بندازید. کاغذها رو بچه بید بندازید. انداخت. وسایل رو بذاریم سر جاش بابا بنداخت. بیا بندازید. بایسته ببینم اینجا باز کاغذه. دوباره کاغذه که کجا Holy راه بریم؟ shit. میمیریم که. اوه اینجا. بیا بچه فهمیدید چیه؟ نگاه کن. برو بر با اینا. عرفان. برو بر کاغذ زیاد. کاغذ زیاد. خدا لعنتت نکنه عرفان. اینجا عرفان برو اون بر. عرفان با تنتا تو چشام نگاه کن دلت میاد من برم قیافت. دستتو بذار تو دستم. پوشن. خب آقا اینجا باید خدا کاغذ لعنت کنه. بندازم. آب همه جا ریخت. خب بایسین بچه ها. اینجا باید خیلی سامفون باشید. آروم با شیفت. من این یکی راه میرم خانم به شما اون کدوم یکی راه راه میرم. میری؟ من اینجا دارم یه راهی پیدا میکنم. منو چطوری بپرم؟ منم با تنتا میرم من با تنتا میام. شیف بگیرید تنتا اینور کجا الان باید بپرم اینجا رو تنتا. نه با شیف بیاین با شیف آقا شیفت رو بگیرین. اصلا دستتون از شیفت بیاین، بیاین. برنرید تو رو باشه خدا. بیاین بیاین یا آقا یه اول دقیقه فصل. وایسید. اینجا خوردیم اینجا چیه وایس عرفان برو من. تنتا جا نیستی خدایا این چه تنتا مرحله؟ اونجا باید چه بریم مرحله؟ بیا باید بپر من نمیپرم. چیزی خانم دیگه نمیبینم بده خیلی کمک تاریکه باشه برو تنتا برو. ببینید اونجا که کاغذ هست بپرید اونجا. عرفان برو اون مر کاغذ رو بر ندار. برو بر اینجا تتا. اونجا تو اینجا. بپر. بابا عرفان برو من با اون کاغذات. این برم راه هست تنتا برین اونجا. بشین نشستم. کامل برین اون منم بیام. بیا. برو خدا. تنتا اون راه اشتباهه اشتباه نیست خانم بی. باز باید بپرم. نه بیاین. شیف بگیر شیف بگیر بی. تو رو خدا بی. وای استرس دارم. برو. چیزی خانم نمیبینم اونجا که کاغذ هست بعد پرین اونجا. بابا تتا این چه مرحله گندیه. نه نمیخواد بیاید نمیخواد بپرید بیاید راه پیدا کرد. وای یا ابوالفضل العباس. یا ابوالفضل العباس. برو تتا دست و پام داره میلرزه. یا ابوالفضل. تتا چه من راه نیست تنتا نه وایس تو رو خدا استرس نگید انقدر. مامان. وایس من مامانم میخوام. خب سازنده اینو من زنده میخوام. تنتا کمک گیر کردی؟ آره بخون. مشکی خیلی این بر راه است.
برو بچه. ارفان برو. تنتا تو چشام دوباره نگاه کن. برو با قیافت. برابر چرا نمیرسیم؟ تتا برو دیگه. بابا گیر کردیم جلومون راه هیچی نیست. وای خدا لعنت. آخ باید باید بپرین تنتا. بپرین اونجا قانون. تتا من نمیتونم. باید من نمیتونم. از اول باید بیاد. بذارید من بک میدم با شما میام. تتا من وای نه برو تتا. تتا من وای میستم شماها برید در اون چیزا پرتاب میکنن. خب زودتر بگید من برگشتم. باورم نمیشه خانم. عرفان تو هم مردی؟ آره. امیدی به ما نیست. سلام. باورم آقا یه پرشه بدین. چرا اینقدر سخت شد؟ همه شاید بپری این آخر رو. وای تنتا واقعا ارفان خدافظ. بچه ها همه تو باید بیاید ها. چرا اینقدر سخته؟ تنتا تو میتونی. تنتا تو میتونی. چشمام درد گرفت اول. آره چشم آدم درد میگیره. من واقعا به خاطر چشمام دیگه گفتم نمیتونم این مرحله رو ادامه بدم. اصلا اونا رو نباید می آوردین. نه این همه رفتم. بچه ها بیاید. وای خیلی ستمه. تنتا بخوای اینا پرتاب کن. ببین دست راستم پرتاب کن اگه بخوای پرتاب کنی تنتا. من الان این همه راه اومدم. تنتا دست راستم پرتاب کن بیا. نمیام من همینجا میمونم. بابا بچه بیاید تا ستامون نباشیم در باز نمیشه. بیام. آره وایس یه دقیقه وایس. تنتا تو میتونی. ستم‌ترین مرحله که تو جهان دیدم این بچه ها به خدا. ارفان باید پرتاب کنیم دقیقا کنار خانم بلی. نه دست راستم. یکی دست راست یکی دست چپ. آها ارفان بایستا. تتا دست چپ. تتا دست چپ. دست چپ هم نه یه ذره چپ تر. چی شد؟ تنتا من میام بهت یاد بدم. نه اومدم. بایستا. ارفان بوده همون دست راست. تو حلق من چرا میزن؟ خدا پسر من. ارفان بوده. ارفان تو میتونی. این بار دیگه میتونی. ارفان تو فرانکسی. دست راست. دست راست. این چه کاریه این؟ خاک بر سرت. ارفان بودو دیگه. بابا ما وایسادیم تو بیای ارفان. باورم نمیشه. میخواست بیا تازه به من یاد بده. این ور دست راست میفهمی؟ این بر خواهم بلک دست راست شما میشه دست چپمون. چرا باشه اشتباه دست بهش چپ تو. ارفان دست چپت گیج این ور. روی من به کدوم بره؟ 2 دقیقه تایم داریم وگرنه بهمون حمله میشه. بدو ارفان. بزن بدو. خاک 2 دقیقه تایم داریم. بدو. ارفان زنگ خطر به صدا در اومد. خاک بر سرت نشه ارفان. همه اینجا خراب میشه. بدو. ارفان خدا بگم چیکارت کنه. خب میموندی دیگه. بعد اومده به من یاد بده. ارفان وایسا. ارفان بلاک گذاشتم. بیا روی این بلاکا. تو رو حضرت عباس. ارفان بلاک گذاشتی. واقعا که ارفان دست کوری این ور. بدو. بابا چرا تو سخت میزنی؟ آها باز شد دیگه. بدو تا خراب نشه. تو رو خدا باز. تو رو حفظت. تو رو خدا باز. تو رو خدا. خرابه.
آخه آره. اینجا چیه؟ این چیه؟ این چیه؟ چیه این؟ بشینیم اینجا چی میشه؟ این چیه؟ ماشین زمانه؟ این دستکاری کنیم فکر چی کنم. میشه؟ نکن عرفان آن! خاک بر سرشه. ما تو دستگاه زمانیم فکر کنم. نمیتونیم بریم. نمیشه بریم بیرون؟ نه وای، نه چه نه نه دست غلط. نزن دست عرفان یعنی خدا بگم چیکارت کنه عرفان بشین کمربندتون رو ببند تتا کجا میخوای بری؟ آخ وایسا من هر جا بشینم نمیدونم ما الان نیستیم ازش استفاده کنیم بذار اینو مثلا اینطوری کنم اینو بیارم بچه سوار ماشین زمان شدیم. میده. تتا وایسا من روشنش کنم. وایسا آقا مگه بلدین آخ یه چیزیشو برداشتم. فکر نکنید این کارو رو اوکی، الان اوکی. یه ما رو ببرین یه دایناسور رو نتونیم برگردیم با اشکال نداره. کدوم زمان رو دوست دارید برید؟ بچه ماشین زمان. چی شد؟ چی میشه الان؟ اینو بزنیم چی میشه؟ آقا انقدر دستگاهی نکن عرفان دستگاه هنگ کرده ارفان. آقا وایسا بشینی این- شاید بشینیم خودش روشن شه. یا. تتا شاید بشینیم خودش آه. روشن شه. نبرتمون جهنم نه باورم نمیشه بشین. من نمیشینم تتا من استرس دارم بابا عرفانم افتاد بیرون از سر کم این زنگه چیه چه؟ نمیدونم چطوری کار میکنه. بزنمش بزنش. شیشه داره آخه. باورم نمیشه خواهد اگر یو ای ببخشید. الان اگه ما بمیریم اگه اشتباهی بریم یه جا ببخشید. دیگه اگه ما رو بفرستید جهنم اگه ما رو ببرید زمان دایناسور اشکال نداره جهنم میتونیم برگردیم. دو ما رو نبرید زمان دایناسورا. باورم نمیشه تتا ماشین خواهد زمان کار نمیکنه. فکر کنم یارو سر کارمون گذاشته. نورمون سیاه شد. خانمه تتا چه من اتفاقی تو داره میفته؟ جهنمم. خاک بر سرت نشه. تتا آورد ما رو جهنم. Shut up, chicken!